به نام خداوند جان و خیرت که برتر از این بد نگذرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی که بوی ندارد به وی چمن حیف است، دلی که درد ندارد به وی بدن حیف است. کسی که فهم ندارد به وی سخن حیف است، سری که سجده ندارد به وی کفن حیف است. ما قصه را پیشکش شما می نماییم تا کمی هم باشد شما را بالید خاطر ببینیم و در حق بنده دعای خیر بکنید. روز پادشاه تصمیم گرفت که به شکار برود و دستور او درباریان و خدمتگاران و غلامان حاضر شدند. اسباب و انجام شکار را جمع آوری کردند و به قصد شکار بیرون آمدند. وقتی به شکارگاه رسیدند، شاه و بزرگان مشغول شکار شدند. وقتی ظهر رسید، در دامنه کوه سفره نهار را پهن کردند. شاه و بزرگان مملکت سر یک سفره نشستند و مرغ بریان را برای شاه آوردند. وقتی شاه به مرغ دست دراز کردن خواست، شاهین پرواز کنان مرغ بریان را به منقار گرفت و از آن جای دور شد. شاه در غضب و حیرت افتاده لشکریان را فرمود که شاهین را پیگیری نمایند و به هر طریقی که نباشد آن را شکار کنند. شاهین در هوا و شاه و لشکریان پیاده به حرکت در آمدند. شاهین کوه را دور زد و در نقطه فرود آمد. شاه و لشکریان پیاده شده از قفای آن رفتن گرفتند تا به نزدیکی جایی که شاهین فرود آمده بود رسیدند. در آنجا نفری را دست و پا بسته در روی زمین افتاده دیدند که شاهین به منقار مرغ را تیکه تیکه می کند و گوشتها را به دهان مرد می گذارد. وقتی مرغ تمام شد، شاهین کنار رودخانه رفته و منقارش را پر از آب کرده برگشت و آن آب را در دهان مرد ریخت. شاه و لشکریان نزد مرد رفتند و دست و پایش را کشاده از احوالش جویا شدند. مرد گفت: من بازارگانم و برای تجارت به شهری می رفتم که در این منطقه راهزنان به من حمله کردند و مال و داراییم را ربودند. آنها می خواستند که مرا به قتل رسانند، ولی پس از زاره و تولای من مرا نکشتند. آنها مرا نکشتند، اما گفتند که می ترسیم به آبادی بروی و محل ما را به مردم نشان بدهی و آنها را به این سو بکشانی. بنابراین دست و پای مرا بسته در اینجا پرتافته رفتند. آن زمان به دست و پای بسته نماز خواندم و نجات از خداوند طلبیدم. دانستم که غیر خداوند دیگر مددگار نکوتر نیست. بعد از این روزه پرنده آمد و برایم نان آورد. بدین ترتیب او روز 2 مرتبه از من پذیرایی میکرد. شاه از شنیدن این قصه سخن بازرگان در حیرت افتاده گفت: خداوند آنقدر بخشاینده است که بنده دست و پا بسته‌اش را
در یک بیابان با دست و پای بسته غمخواری و مهربانی میکند، بی رزق نمیماند. بیهوده به دل بزرگ نگفته است غمی روزی مخور به دل، مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را. امیدوار هستیم که این قصه ما پسند شما می شود و فکر و اندرزهای خود را، ملاحظه های خود را در پایان نوار می نویسید و شما هم اگر چنین قصه های از زندگیتان داشته باشید خواهشمندیم به ما بفرستید. باقی در پناه الله باشید. خداوند نگهبان ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.